عباس کیارستمی چگونه جهان خودش رو در سینما خلق کرده؟ ولی من که عوض نشده بودم. من در یه حدی که خودم رو آداپته کنم، یه جوری با محیط تازه میتونستم تغییر کنم. عباس کیارستمی از فیلمسازان ایرانیه که در سطوح بین‌المللی مطرح شده و به دلیل اینکه وسعت دیدش نسبت به دیگران متفاوت تر بوده، اون رو تبدیل به چهره‌ای قوی‌تر در جهان کرده. مؤلفه‌هایی که میتونیم جهان کیارستمی رو در آثارش بررسی کنیم شامل این تیتراست: کودکان، برخورد دموکراتیک، جستجو، طنز، ضد قصه، بداهه‌گرایی، زبان مردم، از تاریکی به روشنایی. عباس کیارستمی از سال 1349 با ساخت فیلم کوتاه نان و کوچه تا کنون مسیری رو طی میکنه که منحصر به فرد بوده. اون تحصیلات آکادمیک سینمایی نداشت و سینما رو از طریق فیلم‌های تبلیغاتی و ساخت تیتراژ چند فیلم سینمایی تجربه کرده. کیارستمی در مغایرت با سینما به شیوه و سبک دلخواه خودش رسیده بود. مثل اینکه قرار نبوده فیلم ساز بشه و حالا که تقدیر به استقبالش رفته بود، اونجوری سینما رو تجربه میکنه که دیگران هیچ شناختی از اون ندارن. کیارستمی به تکنیک‌ها و قابلیت‌های خاص خودش در تک تک آثارش میرسه و مجموعه این تجربیات سینمای کیارستمی رو در دنیا به طرز ویژه و باشکوهی مطرح میکنه. این تاکیدگذاری بر انحصاری بودن و جهانی بودن شیوه اون به دلیل اینه که بفهمه فقط و فقط یک شیوه و راه برای جستجوگری عالم سینما وجود نداره. که یه شغل سنگینی مثل این رو بتونید تحمل کنید. به هر حال ببینید موفقیت شده تو این حرفه خیلی کار سختیه. عباس کیارستمی از سال 49 تا 70 درباره کودکان یا برای کودکان فیلم میسازه. این دوره درک و دریافت بهتری رو برای عباس کیارستمی تدارک دیده تا با کودک درون خود مدام روبرو بشه. بنابر همین روی کرده که عباس کیارستمی کودکان و خلاقانه ترین بازیگران معرفی میکنه، برای اینکه خیلی راحت خود رو در مقابل دوربین قرار میدن بیان که از اون ترسی داشته باشن یا اینکه به دروغ بخوان هویت خودشون رو در برابرش نشون بدن. مشق شب نمونه محکم برای رویارویی با کودکانه. گویا عباس کیارستمی بیان که بخواد حرف و حدیثی رو از زبان خودش القا کنه، با شوخی یا جدیت نه چندان دقیق دوربین رو در مسیر مدرسه، حیاط مدرسه و یک اتاق نیمه روشن و نیمه تاریک قرار میده و کاملا رد پای خودش از اثرش حذف میکنه تا همه چیز از منظر کودکان نشون داده بشه. گویی در این بازی قراره که تماشاچی هم وارد عمل بشه و خیلی کودکانه با دیدن مشقت مشق نوشتن خاطرات و تجربیات خودش رو واگویی کنه. در ویدیوی بعدی بقیه مؤلفه‌های جهان کیارستمی رو با هم بررسی می‌کنیم. تا بعد.